سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ترنم. به چنل من خوش اومدیم. من توی چنلم راجع به کتاب‌هایی که در زمینه توسعه مهارت‌های فردی خوندم و اینجا با شما به اشتراک میذارم. من توی 2 تا ویدیو قبلی راجع به کتاب قدرت شروع ناقص صحبت کردم و توی این ویدیو میخوام راجع به کتاب برتری خفیف صحبت کنم. یه خلاصه خیلی کوتاهی من راجع به کتاب برتری خفیف اینجا با شما به اشتراک میذارم و پیشنهاد میکنم که خودتون اون کتابو بخونید و اگه براتون مفید بوده حتما توی کامنت بر من بنویسید. به صورت کلی بخوام بگم کتاب برتری خفیف میاد راجع به عادات و کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم صحبت میکنه و میگه چقدر این کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم چقدر مهمن و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در دراز مدت. مثلا میگه همین کارهایی که ما به چشممون نمیاد یا اگه شروع کردیم داریم ورزش میکنیم اصلا به چشممون نمیاد، توی دراز مدت چقدر میتونه این کارها برای ما مفید باشه. مثلا به این فکر کن که مثلا ما داریم مسواک میزنیم، اونقدر انرژی ازمون نمیگیره به خاطر اینکه این عادت تبدیل شده به این کار تبدیل شده به یک عادت خیلی قوی تو زندگیمون و همین عادت هاست که باعث شکلگیری الگوهای رفتاری میشن. به این توجه کنید که کارهایی که در طول روز انجام میدین یا تایم هایی که هدر میدین یا تایم هایی که اصلا براتون مهم نیست، مثلا تایم هایی که دارین رانندگی طولانی انجام میدین از محل کار تا خونتون، تایم هایی که جلوی تلویزیونین یا فیلم نگاه میکنید، حالا اونایی که به صورت سرگرمی نگاه میکنید نه، ولی اگه کاری که دارین تکرار میکنین به مرور زمان این تکرار یک کاری تبدیل به عادات میشه و عادات باعث شکلی الگوهای رفتاری خیلی قوی میشه که به سادگی نمیتونید اونا رو از بین ببرید یا مثلا بخواین اونا رو تغییر بدید. به همین خاطر میاد کتاب برتری خفیف راجع به این صحبت میکنه که اگه کاری که حوصله ندارین انجام بدید، همون کار رو همون لحظه انجام بدید، چقدر میتونید قدم های مثبتی توی دراز مدت برای آینده خودتون برداشته باشید. اگه میخواین پس انداز کنید، هر ماه به خودتون قول بدین و این کار رو حتما انجام بدید، حتی اگه باعث بشه مثلا کارهای دیگه‌تون رو به خاطر این کارتون عقب بندازید. یعنی یک جوری برنامه‌ریزی کنید که در واقع بتونید قول‌هایی که به خودتون دادید و حتما بهش پایبند بمونید و همین باعث میشه که شما احساس عزت نفس کنید و عزت نفستون باعث نشه که مثلا شما به خودتون قول دادین، تصمیمی گرفتین و اینقدر اون تصمیم ها و اینقدر اون قول هایی که به خودتون دادید فراتر از توانایی و ظرفیت شماست و لطفاً یک جوری برنامه‌ریزی کنید و یک جوری تصمیم بگیرید و برای خودتون اهداف تعیین کنید که باعث نشه مثلا عزت نفستون بیاد پایین وقتی که نتونید اون کار رو انجام بدید. قدرت برتری خفیف هم میاد راجع به این صحبت میکنه، میگه ما کارهایی که در طول روز انجام میدیم قدم های مثبتیه برای دراز مدت، مثل کتاب اثر مرکب که میاد توضیح میده. میگه مثلا شما یه شخصی در نظر بگیرید که اون هر روز تا 3 ماه داره فست فود میخوره و یه شخصی هم در نظر بگیرید که هر روز داره ورزش میکنه. تو این 3 ماه شما اگه دقت کنید به این افراد هیچ تغییر تو ظاهرشون ایجاد نشده، ولی اگه این 3 ماه بشه 5 ماه، 5 ماه بشه 10 ماه، شما به این افراد نگاه کنید، هم از نظر ظاهری تغییرات ایجاد شده توی ظاهر اینا رو مشاهده میکنید، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شخصیتی. شما وقتی یک عادات یا وارد زندگیتون میکنید، اون عادات باعث میشه که عادت‌های جدید مثبت دیگه‌ای هم وارد زندگیتون بشه. شما اگه مثلا دارید میرید ورزش میکنید، در کنارش باید غذای سالم بخورید و همین ورزش کردنه باعث به وجود آمدن عادت سالم دیگه‌ای مثل غذای سالم خوردنه و همین ورزش کردنه باعث میشه که مثلا شما نوشابه کمتری بخورید. همین یک عادات را یه دونه عادت انتخاب کنید، یک دونه کاری که دوست دارید انجام بدید و تو ذهنتونه و نمیتونید انجام بدید، هی دنبال می‌بینید که شرایطتون بهتر بشه، همون کار رو انتخاب کنید و هر روز انجام بدید. هر روز پایبند باشید که مثلا نه اینکه روزی اینقدر انرژی بذارید که بگید یک روز خیلی عالی انجام بدید، یک روز اصلا انجام ندید. لطفاً مثلا یه کاری که میخواین انجام بدید و روزی حداقل 10 دقیقه برای اون کار وقت بذارید. اگه میخواین عادت جدیدی شروع کنید، اونقدر اون رو برای خودتون سخت نکنید که نتونید ادامه بدید توی دراز مدت. اگه میخواین یه کاری که هیچ وقت انجام ندادید تو زندگیتون توی عادات روزانه
براتون ایجاد کنید، یک تایمی برای اون باز کنید. حتما اون کار رو برای خودتون ساده سازی کنید. یک جوری نباشه که ذهنتون شما رو گول بزنه که نه این کار خیلی سخته، حالا امروز نه یه روز دیگه. به همین خاطر میگم کاری که میخواین انجام بدین رو برای خودتون ساده سازی کنید. برای خودتون اولویتاتون رو کمتر کنید که بتونید این کارا رو حتما انجام بدید. به قول‌هایی که به خودتون دادید و حتما بهش پایبند بشید. قدرت برتری خفیف میگه که شما اگه یه قدمی هر روز بردارید برای اون کاری که در نظر دارید، اون کاری که تو ذهنتونه، شما از اون کسی که مثلا یک شب تصمیم میگیری اون کار رو هر روز انجام بده خیلی جلوترید، به خاطر اینکه شما دارید آهسته و پیوسته یک کاری انجام بدید. همین آهسته و پیوسته انجام دادن یک کاری یک برگ برنده است که نسبت به کسی که مثلا یک روزی انجام میده یک روزی انجام نمیده. من این کتابو خیلی خلاصه و خیلی کوتاه دارم اینجا توضیح میدم. بهتون پیشنهاد میکنم که اگه دوست دارید حتما این کتابو بخونید و برای من توی کامنت حتما بنویسید که این کتابو دوست داشتید و نظرتون راجع به این کتاب چیه. و اگه کتاب دیگه ای هم خوندید که برای شما مفید بوده حتما برای من توی کامنت بنویسید. خیلی خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیو منو لایک کنید، چون از این به بعد قراره من ویدیو در این زمینه کتاب‌هایی که در زمینه توسعه مهارت فردی خوندم و اینجا با شما به اشتراک بذارم. ممنونم ازتون که کانال منو سابسکرایب میکنید، ویدیو منو لایک میکنید و با دوستاتون به اشتراک میذارید. مرسی ازتون و خدا نگهدارتون تا ویدیو دیگه.